سلام به همه شما بینندگان بسیار عزیز، بسیار ذکی، هوشمند و به چشمدور و به دل نزدیک ما. در تهیه و در پیشنهاد گروه ایجادی ما هست این لحظه باز یک برنامه نوبتی واژه‌زار معانی و ما همراه مهمان عبدالفتاح امینوف، نامزد علم‌های فیلولوژی، همزمان دیرکتور پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری که ما با کمال احترام دعوت کردیم، با یک جهان اخلاصمندی دعوت کردیم و سپاس که ایشان از پذیرفتند آمدند. تمنا داریم که هر کدام شما در آغوش این وطن آزاده، در آغوش این وطن در همین فصل سال پر از میوه های پخته رسیده با اهل بیت، با احترام گذاشتن در شخصیت یکدیگر، یک زندگی خوب، یک زندگی خوش، یک زندگی بی تشویش داشته باشید بسر. و صحبت خواهیم داشت همراه مهمان در موضوع یک جشن بسیار نازنین، یک جشن اجدادی، یک جشنی که یک زمان در زندان فراموشی افتاده بود و با شرافت و با برکت فضای صاحب استقلالی ملت از این زندان وارسته شد، دیگر عمومی شد، دیگر عالمی شد، جشن تیرگان. و ما امید میکنیم که واقعا هم شما محبت خواهید کرد، باز خواهید کرد در دل رابطه‌های ما و میتوانید که بکشاید محتوای همین مراسم بسیار زیبا، همین جشن بسیار بانفوذ تیرگان. و برنامه ما عبدالفتاح شما خوش آمدید. قبل از آغاز برنامه میخواستیم که تمام مردم شریف تاجیکستان و تمام تاجیکان دنیا رو به این جشن اجدادی تبریک و تهنیت بگوییم. خب شاید برای بیننده، برای اون نفری که این لحظه ها ما رو تماشا میکنند، کلمه تیرگان چندان نوروشن باشد. بله، حاضر میگونه سوال میخواستیم پیش گذاریم که تیرگان یعنی چی؟ خب اصلا ما درباره دیگر جشن‌های قدیمه تا امروز با شکرگزاری از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستورهای به واسطه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم ولی رحمان البته درباره سه جشن دیگر معلومات کافی و دسترس داریم، مثلا جشن نوروز، جشن میرگان، جشن صده و امروز که به طریق رسمی بار نخست است که برای خط جشنواره‌های یعنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید است، برای خط جشنواره باز یک جشن قدیمی مردم تاجیک یعنی جشن تیرگان هم وارد شد. خب اصلا نیاگان ما 4 جشن بزرگ داشتن که در سرگاه همه جشن ها می ایستاد. مثلا جشن نوروز جشن احیای طبیعت باشد و مربوط به خاک است. یعنی عنصرهای بسیار مهم است اینجا که ما باید همین چیزها رو، همین نعمت های خداوندی رو باید احترام و ارزش‌گذاری کنیم. یعنی احیای طبیعت است، خاک است. و باز جشن دیگری در فصل زمستان داریم که مربوط به آتش است که اونجا هم آتش یک از رکن‌ها، یک از معجزه‌های اساسی خداوندی است که برای انسان آفریده شده است. خب در فصل تیرما باشد جشن دیگری با نام مهرگان داریم که این به پخته رسیدن حاصل زحمت دهقان است که اون رو هم جشن زمین هم که باشد تا یک اندازه جشن باد هم گفتن ممکن است. اما جشن باد البته وقتی که ما در مورد جشن تیرگان حرف میزنیم، این جشن به واسطه ربط دارد به گرمی فصل سال یعنی به تابستان و این عنوان به معنایی که طبیعت احتیاج دارد به آب. یعنی جشن تیرگان جشن آب است. تیرگان یعنی خوب اصلا وقتی که ما به سرچشمه‌های تاریخی نظر می‌افکنیم اینجا کلمه تیر در سرچشمه‌ها چند معنی اومده است. که اگر به معنای امروزه تاجیکیش بگیم اگر همون تیر یا که از پیکان رانده می‌شود اون باشد، اما در اوستا و دیگر سرچشمه‌های تاریخی تیر از ریشه کلمه تیشتر یعنی ازید و نگهدارنده آب است که میگوید که خداوند این ازید را به اون خاطر آفریده بود که این یعنی نگهدارنده همین دریا. خب در سرچشمه با نام کلمه دریای فراخ کرد است، یعنی امروز اگر بگیریم دریای وخش یا جیهون که ما میگیم همون دریا است. یعنی وظیفه این ازید اون است که همین آب را از دریا گرفته دوباره در شکل ابر و باران به مردم یعنی به طبیعت به نعمتی که انسان کوشش میکند که مثلا زحمت داشته باشد به همون برگردانیدن است و مس در همین شب و روز تجربه میگردد. خب در سرچشمه‌های قدیمه اصلا مثل سالشماری ما خیلی گوناگون بودن و یکی از سالشماری ما همون سالشماری هجری شمسی بود که پیشتر به نام ماه تیرگان بود. خب یعنی ماها
نام داشتند و در داخل همون ماه با روزی مخصوصی همین مربوط به همون بود که نامش گرفته میشد. مثلا ما ماه تیر داشتیم، هم ماه تیر داشتیم و هم یک روزی تیر جشن تیر و داشتیم. گونه این منصوبیت به معنای جشن گرفتن، بله. استقبال کردن است. یعنی ماه تیر داشتیم و در روز دهم ماه تیر اگر با سالشماری امروز یعنی سالشماری گریگوریانی بگیریم، اگر این برابر با روز سوم یعنی از یکم تا سوم ایول راست می آید. یعنی به شک و شبهه ما این شب و روز در همون عرفه جشن تیرگان قرار داریم. خب اصلا جشن تیرگان چگونه جشن است و از دیگر جشن ها چی تفاوتی داشته باشد؟ خب در سرچشمه های تاریخی اسطوره و میثولوژی قدیم هم هست، یعنی روایت ها هست، نقل ها هست، بس در شکل افسانه های بازمانده است که میگن محض در همین شب و روز گویا شاه فریدون با افراسیاب نبرد میکنن برای اسقاط کردن مرزها، یعنی ایران و جنگ ایران و توران. و در همین شب و روز میگن که 10 روز افراسیاب در محاصره بود تا اون که راضی شدن که مرزها رو چگونه تقسیم کنند. و این گونه میشود که میگن که به ایرانیان میفرمایند که باید پهلوان کمان بیافکند و همین تیری او پیکانی تا کجایی که رفته رسید از همونجا مرز ایران و توران جدا کرده می شود. خب آرش کمانور گفتنی پهلوان بوده است، اون رو دسترس میکنن و اون میگوید که من برای مرز و بوم جان خود را دریغ نمیدونم و چونان نیزه میافکنم که بعد از اون جسم من پورا پراکنده می شود، اما خیلی سرحد ایران وسیع می شود. این در نظر دارد ایرانی باستان رو. و آرش واقعا میگه که وقتی که از نیزه از کمان تیر افکند، اون تیر یک شبانه روز در آسمان رفت و در همین ساحل دریای فراخ کرد که امروز ما اگر به اصطلاح بگیم دریای آمو، در همونجا سرحد ایران و توران تقسیم شد و به درخت چهارمغز میگذد. پس از اون جسمی آرش پراکنده شد و به خاطر پاس داشتنی همین قهرمانی آرش جشن تیرگان تجلیل می‌گردد. این البته بگذار یک تخیلاتی بافته مردم است، اما به هر صورت یک دریچه تاریخی به خاطر جشن گرفتن این جشن نیاگان ما تجلیل کرده میشد. اما خود جشن تیرگان چون که گفتیم به خاطر اصلا به خاطر گرامی داشتن نعمت طبیعت یعنی آب است. در همین شب و روز واقعا طبیعت به آب احتیاج دارد و مردم کوشش میکنند که هر گونه احتیاجات خود را توسط همین خواهش آرزو و نیت خود برآورده کنند و توسط جشن گرفتن، استقبال کردن، دعا کردن به درگاه خداوند همین حاجت آنها برآورده شود. و این جشن در گذشته با چه شکل برگزار می‌گردید؟ خب البته جشن تیرگان در ساحل رودخانه ها و در ساحل اقیانوس و دریاها تجلیل می‌گردید و مردم به خاطر گرامی داشت آب را یعنی جوی‌ها، آب‌ها، دریاها را پاک می‌کردند در عرفه جشن تیرگان. و جشن حتما در ساحل دریاها رایج می‌گردید. هر گونه طعام و هر گونه میوه که روی خوان گذاشته می‌شد اصلا رنگ کبود و رنگ آبی داشتند. اصلا مقصد اساسی پاکیزگی و گرامی داشتی آب بود. و البته شکل های بازمانده اون گرچنده که تا امروز در شکل اصل به ما نرسیدن، شکل های بازمانده دیگری جشن تیرگان وجود داشت. مثلا ما تا امروز یک عنعنه مشهور در ناحیه‌های گوناگون جمهوری داریم با نام اشگلان. همین اشگلان شکل تغییر یافته جشن تیرگان است. یعنی مردم ببینید وقتی که در آخر ماه می و اول ماه ایون وقتی که طبیعت به آب احتیاج دارد و بارانگری نمی شود، مردم یک نوع عنعنه خلقی داشتن و باور داشتن که این عنعنه تاثیر خود را میرساند و در ساحل دهه یا که رودخانه ها آنها طعام معمولی میپختند. البته اون طعام از همون جمع کرده خود بانوان بود. البته جشن تیرگان مربوط به بانوان است، یعنی خودی همین جشن زنانه است، یعنی خودی همین فرشته تیرگان یا تیشتر میگن در سرچشمه‌های تاریخی این سیمای زن است، پیکره زن است، چون زن خصوصیت تولید کننده دارد و همین زمین هم خصوصیت تولید کننده دارد و همین خاطر به خاطر اون که گرامی داشته شود یعنی در سیمای زن پیکره مخصوص میساختند که در مثلا ولایت سوخت و شمالی مملکت اون رو سوسخوتون میگن، در قسمت جنوب باشد اون رو اشگلان، یعنی پیکره زن میکردند، در بدر خانه ها اون رو میگردوندند، سرود اشگلان رو میخوندند، زنان بر سر روی یکدیگر آب پوشی میکردند، حتی مردان رو هم تر میکردند. یعنی همه لباس اندام انسان باید که حتی همون پیکری که لخته که میساختن باید که تر از آب میشد و در جایی که مثلا به هر در خانه که میرفتن به عنوان با اونها یک مشت غله یا دانه یا لوبیا میدادند و از همون محصول جمع شده در قد کوچه یا یک جای وسیع
که اونجا ایدگاه نام داشت طعام مخصوص می‌پختند با نیازمندان بیماران به در خانه تقسیم می‌کردند و دعا می‌کردند که خداوند نعمت فراوان خود را بر سر مردم بریزد و همین گونه جشن دایر می‌کردند و واقعا باوری داشتن که بعد از اون 2 روز و 3 روز بارون میبارد و غله دوباره شاداب میشود. سلامت باشید. چه زحمت های پشت سر شد شما رو و چون شما هم کسبان شما رو که این جشن زیبای اجدادی نیز به طور رسمی باز شناخته شد؟ واقعا وقتی سخن درباره جشن‌های ملی می‌رود، پیشوای معظم ملت از حضور صلح وحدت ملی محترم امام رحمان بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی و آهسته آهسته رو به بهبودی گذاشتن جمهوری تاجیکستان و ترقیات همیشه کوشش می‌کردند که ما برای معرفی بیشتری ملت و تاریخ تمدن خود باید که رو بیاریم به سرچشمه‌های تاریخی و احیا کنیم جشن و عنعنه‌های ملی اجدادی رو، زیرا در عمق همین گونه جشن و مراسم ها اصلا فرهنگ نیوگان ما نهفته است و آهسته آهسته احیا کردن، زنده کردند و نخستین بار در سخنرانی پیشوای معظم ملت سال 2017 نخستین بار کلمه تیرگون در سخنرانی رسمی ایشون صدا داد. اونها گفتن که ما جشن‌های خیلی زیاد، جشن‌های بزرگی ملی از قبیل مهرگان و تیرگان و صدا و نوروز داریم و همینجا کلمه تیرگان صدا داد و آهسته وقتی که جشن‌ها احیا گردیدن گرفتن پیشنهاد کردن که همه جشن‌ها باید احیا گردد و ما دریافتیم که البته ما گفتیم که طبیعت از 4 عنصر آتش، آب، خاک و باد بنیاد شده است و در سرچشمه‌های تاریخی هم همین گونه است و ببینید که در همین 4 عنصر مقدس ما 4 جشن ملی داریم که مربوط باز به همین 4 عنصر طبیعی. مثلا ما گفتیم که نوروز به خاک، فرض کردیم مهرگان به باد، صدا به آتش و تیرگان به آب منسوب است و از همه چیز نازک دیگر در آن است که ببینید که همین 4 جشن ما در 4 فصل سال که در طبیعت مثلا آسیای مرکزی به ویژه مردم اوریای تبار جای دارد، در همین 4 فصل سال راست میگویند که طبیعت به همین عنصرها سخت احتیاج دارد. مثلا ما گفتیم که نوروز در بهار است، صدا در زمستان است، مهرگان در تیرمو است و تیرگان در فصل تابستان. یعنی جشن‌های ما خیلی ریشه‌های تاریخی دارند و از همه چیز نازک دیگر در آن است که جشن‌های ما ساخته نیستند. مثلا وقتی ما درباره سرچشمه علمی دارند، سرچشمه تاریخی دارند، از همه چیز مهم ارتباط به حادثه‌های گوناگون طبیعت دارند. مثلا وقتی از همین لحاظ میتوان گفت که سرچشمه علمی دارند. واقعا وقتی که ما سخن درباره سال نو میلادی میرود، ببینید که سال نو میلادی همه ساله یک رنگ است و خب البته این تاریخی اونها است برگرفته از دیگر تاریخ‌ها سرجم شده یک جشن ساختند، اما وقتی که سخن درباره میاد همه ساله 31 دکبر فرض کردیم ساعت 12:00 یا 24:00 شب فرا میرسد، اما وقت‌هایی که ما درباره جشن‌های ملی خویش حرف میزنیم، نوروز مثلا ببینید 21-22 برابر شوی طبیعت است. یا فرض کردیم تیرگان در موسمی درازترین روز کوتاه‌ترین شب که طبیعت سخت به آب احتیاج دارد. یعنی در موسم دیگری برابر شوی شب و روز در فصل تیرمو جشن مهرگان داریم. هنگام کوتاه‌ترین روز و درازترین شب که طبیعت به گرمی احتیاج دارد، یعنی مردم از سردی های زیاد دلتنگ میشوند، جشن دیگر دارن به اونها میسازند. یعنی جشن های ما به طبیعت به حالت های گوناگونی همون گردش آفتاب راست میگن که این خوشبختی و خرسندی مردم تاجیک هست که امروز ما جشن های زیاده داریم. یعنی تاریخ ما اگر که زنده میگردد ما نیاز به اضافه و نیاز به واهمه و به سانه نداریم. خوب درست است. یعنی که وقتی که ما درباره احیای طبیعت و احیای جشن و عنعنه‌های ملی حرف میزنیم، یک چیزی هست ما داریم، یعنی درباره دیر خود جشن‌های ملی ما سرچشمه‌های تاریخی معلومات دقیق دادند و دیگر اینکه وقتی که ما با مردم توسط همین گونه برنامه فهمونیم که همین جشن مربوط به همین عنصر است یا به همین موسم سال است، مردم خوش میپذیرند و باور میکنند که ما داشتیم. وقتی که ما مثلا حالا ما تیرگان میگیم، برای مردم شاید این نخستین برنامه است، چندان فهمون نیست، اما وقتی که ما شرح میدیم که تیرگان همون اشغلان یعنی همون مراسم‌های مربوط به آب است، واقعا میدونن که تا سال‌های نزدیک این گونه جشن‌ها در فرهنگ ما وجود داشتن و مردم به این باورها بودن که حتما تاثیر خود را میرسونند و همین گونه در فرهنگ ما از قدیم این چیزها بود. و باید چیزی از همه جالب دیگر این است که وقتی که ما درباره جشن‌های ملی، احیای جشن‌های ملی میگوییم، ما باید شکرگزاری از اون کنیم که توسط همین جشن‌ها از منبرهای بلند جهانیان ما رو میشناسند. مثلا ببینید امروز 3 جشن بزرگی ما در دفتر یونسکو همچون میراث فرهنگ غیر مادی ثبت نام گشته است: نوروز، مهرگان، تیرگان، صدا و
برای ثبت نام گردیدن علاقه گروه عالمان از پژوهش تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات در همراهی با کارشناسان جمهوری البته در همکاری با کارشناسان جمهوری اسلامی ایران نقشه داریم که برای سالهای آینده جشن تیرگان را هم ثبت نام کنیم. خب البته طلبات یونسکو که همین گونه است که اگر جشن در شکل کامل میان مردم رایج نباشد پذیرفته نمی شود و امسال خوشبختانه با بار نخست در شکل رسمی در باغ‌های پایتخت جشن تیرگان تجلیل می‌گردد و ما در تکیه به مواد همین جشنواره‌ها حتما کوشش می‌کنیم که جشن تیرگان به دفتر یونسکو پیشنهاد شود. بله. پس مبارکمون باشد احیای باز یک جشن بسیار زیبای اجدادی و سال آخران معرفی ان همین جشن، زنده گرداندن ان همین جشن در زمان صاحب استقلالی، در زمان رشد تکنیک و تکنولوژی حتما که چه حکمت دارد برای نسل جوان این ملت؟ خب درست قید کردید. اول اینکه امروز ما در درگیری و برخوردهای سیاسی و اجتماعی اقتصادی جامعه جهانی قرار داریم. بله. خب اگر برای معرفی کردن تاریخ و تمدن و فرهنگ خیش امروز ما کوشش نکنیم فردا دیر می شود. در قطار اسخط کردن مرزها از جانب ابرقدرت ها اینچنین اسخط کردن فرهنگ ها امروز روی کار آمده ایستاده است. اسخط کردن شخصیت ها البته طلباتی همون کنونسیون یونسکو همین گونه است که آنها با ملت و خلقیت چندان کار ندارند. آنها با حدود مرزی امروزه مثلا کشورها توجه میکنند. خب ببینید که امروز تاجیکان ما مردم آریای تبار قریب در تمام دنیا هستند، در تمام کشورهای دنیا هستند و وقتی که آنها مقیم فرض کردیم یا فرانسه یا فرض کردیم پولشه یا فرض کردیم حتی همسایه ما ازبکستان هستند، فرهنگ ما را با خود بردند و آنها هم در همین شب و روزها تجلیل جشن‌ها دارند، عرف و عادت عنعنه‌های ما را با خود بردند. وقتی که مثلا همین کشورها دلخواه عنصر فرهنگی ما رو، جشن و مراسم‌های ما رو از نام خود پیشنهاد کردن، حقوق دارند. اونجا تاجیکان زیاد مقیم هستند و در همین شکل اون رو تجلیل میکنند و برای همین ما همون شعاری پیشوای معظم ملت که زیرکی سیاسی رو از دست ندهیم باید که عالمان و دانشمندان ما باید گرد همین شعارها جمع شوند و همین فرهنگ و تمدن خود را در شکل کتاب‌ها، مقاله‌ها، چنین برنامه‌ها و حتی گفتیم که هر چیز زودتر به دفتر یونسکو برای خطای با نفوذ پیشنهاد کردن که مال تاجیک است و تاجیک امروز با وجود آمده است. تاجیک تاریخ خیلی قدیمه دارد. ریشه های اون مثلا سرچشمه های تاریخی گواه از اون است که حتی مردم اسلاویانی جشن مراسم های ما را به خود گرفته آوردند. به همین خاطر یعنی امروز احیا کردن در شکل وسیع تنوع تجلیل کردن و به گوش جهانیان رسانیدن که این مال ما است و این ملت عادی نیست و تاریخ خیلی قدیمه دارد، خیلی خوب است و جشن های ملی ما باید که در شکل زمانه‌ای یعنی به طلبات زمان معاصر پیشنهاد شود. مثلا وقتی که ببینید امروز ما در دل خواه باغ‌ها فرض کردیم همون فواره‌های صنعی یا فرض کردیم توسط نوارهای کلان، مانیتورهای کلان مثلا دریا و شرشره ساختنمون ممکن است. یعنی حاجت به فرض کردیم در لب ساحل به دریا نیست. اما به هر صورت ببینید که در پایتخت هم کلی جوانان داریم که میتوانیم اونجا تجربه کنیم. یعنی هم از نقطه نظری تکنیکی و هم از نقطه نظری فرض کردیم تاریخی ما امکانیتی وسیعی تجلیل کردن جشن‌های خود را داریم به ویژه جشن تیرگان رو و خوشبختانه جشن تیرگان یک جشنی است که به گوشه فراموشی نرفته بود به شکل پره. یعنی تا امروز ما وقتی سال گذشته در ناحیه شهر نو وادی حصار سفر خدمت داشتیم، در اونجا در یک دهه در لب چشمه مخصوص همه ساله یک جشن آبشپی یا که آب پوشی بین زنان و بانوان وجود داشت که فکر میکنم این بازمانده جشن تیرگان است. یعنی در دل خو منطقه‌های کشور دیگر باید که همین گونه هم باشد. در بدخشان کوهی ما مراسم بسیار بزرگ دارن با نام شای برهون، یعنی در ماه‌های تقریبا مای دایر میگردد که اون هم بازمانده جشن تیرگان است. یعنی در عقیده مردم بدخشان کوهی همون شای برهون که گویا یک خلیفه بزرگی این منطقه یک دانشمند روحانی بزرگ که با دعای او قسم زیادی کوهستان بدخشان شاداب و سیراب شدن از چشمه‌های از برکتی و دعای او و به خاطر گرامی داشت همون محض در همین عنعنه شای برهون یا مراسم آنها هم جویبارها رو دریاها رو از خس خشک پاک میکنند با خانه های یکدیگر طعام پخته تقسیم میکنند. این هم بازمانده جشن تیرگان است. یعنی ما امروز امکانات وسیع تجلیل جشن تیرگان داریم و باید که این چیزا احیا شوند و با مردم پیشنهاد شود و ما میتوانیم. البته که میتوانیم. بله سلامت باشید. برای اون میتوانیم که این وطن آزاده و این فضای بسیار نازنین شکرانه فضای صاحب استقلالی
این فرصت و این امکان رو برای ما میدهد و شکرانه که وطن داریم دیگر چی غم داریم، هر نازی که میتوانیم کردن منماییم و هر جشنی که از ماست بار دیگر به طور دیگر برنگ دیگر باز هم با کوشش ها و با دانش و با طلب و پرخاش ها معرفی میسازیم و در آزادگی وطن با آن همین راه و وسیله، در آباد کردن وطن با آن همین راه و وسیله حتما که سهم خواهیم گذاشت، مثل یک وطندار، مثل که وطن سازی خواهیم کرد. و این حکمت بود که ما از محتوای صحبت شما برداشتیم. و برنامه ما عبدالفتاح خوش آمدید. برکت در کسب و کارتان، برکت در زندگی، در جاه و جلالتان و تمنا میکنیم که از امروز و دیگر تا وقتی که هستید در گلستان وجود صفحه های تقویم زندگیتان، صفحه های تقویم پژوهش، کار و فعالیتتان فقط رقم سعادت، رقم صداقت، رقم خجستفعالی و خیر و برکت داشته باشد. خوش آمدید به برنامه ما. بینندگان بسیار گرامی، در برنامه نوبتی واژه‌زار معانی حضور بسیار مبارک داشتند. اینجا ابراز اندیشه های بسیار بیکر و سبز و سازنده نمودند در موضوع جشن تیرگان. عبدالفتاح امینوف، نامزد علم‌های فیلولوژی و همزمان دیرکتور پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که اینک فشرده صحبت مهمان پیشنهاد طیب لطیفی شما کردید. پیشنهاد از ما، قضاوت خاطر از شما. یک زندگی پر از خوبی ها، یک زندگی پر از خوشی ها، یک زندگی شاداب، یک زندگی پر از عزت، پر از وقار، پر از خودشناسی و افتخار ملی نصیب ما و شما. تا دیدارهای بعدی.